با نماد خدای مهربان سلام. برنامه نوبت کتابخانه است و امیدوار هستم که باز با یک صحبت خوب و دیدنی در خدمت شما خواهیم بود و هم صحبت امروزه ما یک انسانی بسیار گرامی عزیز و برای ما بسیار قدردان استاد سفر عبدالله. استاد با برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید. دیگه چه حال و احوال دارید و زندگی رو در وطن عزیزمون چگونه پس سر میکنید؟ درود بر شما، درود به بینندگان و خوانندگان شما و درود به همه عزیزانی که ما را میبینن. خدای شکر بعد از بیماری بهتر شدم و امیدوارم که باز بهتر شم و در وطن هستم. گردیم زمان جوانی های شما که در همین دوشنبه شهر یک بیداری ملی، یک حرکت ملی، یک اندیشه ملی خوب شکل گرفت. فکر میکنید که زمینه اساسیش چی بود و شما از منبع از کجا میگرفتین؟ انرژیتون از کجا بود؟ من فکر میکنم که در زمانی که جوانی های من سالهای 70 و 80 دوره شکوفایی فرهنگ و ادب و علم در اتحاد شوروی بود. واقعا علم شوروی بسیار پیشرفت کرده بود و ادبیاتش هم اینچنین و فرهنگش، تئاترها و اون چی که در کل شوروی بود و تاجیکستان بی تاثیر نبود. در تاجیکستان هم مثلا تلاش‌های بسیار زیادی در زمینه خودشناسی ملی انجام شده و بزرگانی مثل مومن قناعت، لایق شیرعلی، بازار صابر در ادبیات، عبدالغنی میرزایف، اکبر ترسونوف و دوستان دیگر در علم کارهای زیادی انجام دادند و خصوصا استاد محمد جان شکوری بخارایی، مرد دوست داشتنی و استاد بنده، کارهای بسیاری انجام دادند و این نمیتوانست در خودشناسی ملی ما تاثیر نگذارد. آثار استاد اولوغزاده بعد از شکستی که از سوی حزب کمونیست بعد از اون کوبیدن هایی که در حقش کردن، از کتاب های درسی بیرون آوردن، ایشون به خود فرو رفت و تاریخ و فرهنگ و تمدن ما رو آورد و از قعر تاریخ و فرهنگ ما شخصیت های بزرگی را احیا کرد و به مردم نشان داد. و من امروزم فکر میکنم که یکی از بهترین رمان ها در ادبیات تاجیک رمانی واصیه است و بهترین قصه روایت سغدی است و بهترین داستان کوچک مرگ حافظی استاد اولوغزاده است. و این همه این چیزا نمیتوانست بی تاثیر باشد و در آن روزگار آموزش در سطح عالی بود و هر حال به علم توجه میشد. اکادمی علوم تاجیکستان یکی از بهترین اکادمی ها بود. زمانی بود که مثلا استاد آسیمی روستاها در روستاهای تاجیکستان میگشت و شخصان دانشمند را می آورد و علم جذب می کرد، به اونا امکان می داد که بروند در مسکو، در سن پترزبورگ، در نووسیبیرسک تحصیل کنند و بیان به ملت خدمت کنند و این کارهای مهم انجام می شد و هم مدرسه ها و هم مدارس عالی کارهای بسیار خوبی کردند. سطحشان سطح عالی بود و جوانانی که بیدار دل بودند از همه گوشه و کنار تاجیکستان در دوشنبه تحصیل میکردند یا تحصیل کرده دوشنبه بودند، به یک اندیشه، به سوی اندیشه ملی میرفتند، خودشناسی ملی میرفتند، خود را دیگر شناخته بودند که و بسیاری در اندیشه آن بودند که از کجا آمده ایم و به کجا روانه ایم. تا زمانی که جنگ برادرکشی که در تاجیکستان بعد از فروپاشی رخ داد، ملت ما از پیشرفته ترین ملت های آسیای مرکزی بود و شک من نداشتم در این باره. عامل جنگ شهروندی بود که این بیداری ملی را محو کرد و دیگر ملت به خود نآمد و تا به امروز هم همچون یک بیداری شکل نمیگیرد. چرا استاد؟ یکی از عوامل ها شاملش جنگ شهروندی بود. یکی از عوامل بسیار مهمش جنگ شهروندی. عوامل دیگر معرفت عمومی بود. ببینید برای آن که ما به جای برسیم باید معرفت بسیار مهم است که ما دانش داشته باشیم. بدون آموزش و بدون علم به جای نمی رسیم و در آن روزگار نمیگویم که ما 100% دانشمند بودیم، ولی من میتوانم بگویم که تلاش در راه دانش بیشتر بود و این بسیار مهم بود و اثر کرد. میدانید ما یک ملتی هستیم که در طول تاریخ نقش آفریدیم و کارهایی کردیم که به چشم دیگران نه همیشه مثلا خوشایند بود
ببینید در تمام تاریخ ما نگاه کنید، ما بیشتر به دفاع مشغول بودیم. بیشتر کار ما این بود که از خود دفاع کنیم. از هجوم یونانی ها شروع میشه، اعراب شروع میشه، بعد اعراب ادامه مییابد. رومی ها 2 بار به ما هجوم کردند، امپراتوری روم و 2 بار هم شکست خوردند. امپراتوری ساسانی پیروز شد، کتاب ها را سوزاندند، کارهای بسیار و بدبختی های بسیاری به سر ملت ما آوردند. بعد از این ترک ها نفوذ پیدا کردند. امپراتوری ترک ها از قرن 7 میلادی شروع میشد، چند بار به سرزمین های ما هجوم کردند. بعد از ترک ها شما میدانید فاجعه چشم نادیده گوش ناشنیده فاجعه مغول بود و این فاجعه‌ای که از در دوره چنگیز خان به سر مردم ما آمد. بعد دیگه روس ها و انگلیس ها هجوم کردند. خلاصه همیشه در حالت دفاع بودیم و حالتهای هم بوده است که در طول تاریخ متاسفانه فرمانروایان ما بیگانگان بودند. وقتی که بیگانگان فرمانروایی میکردند خیلی چیزهای مهم از بین میرود. شرافت انسانی، شرافت ملی، خیلی چیزا از بین میرود و این چیزا بوده است. اسپونید همین روند تلاش، همین مبارزه ها و هجوم ها به هر صورت شاهکارهای را با وجود آمدن، شخصیت ها را با وجود آمدن و یک امیدهای بود. مثلا ببینید سال 80 تا 90 یک امیدهای بود و چرا امروز همین امید به علم و دانش کتاب از بین رفت در این ملت و چی چیز عامل شد که اینا گرفت؟ این تاریخش برمیگرده به ما 1000 ساله یا که عامل دیگه در این عصر هست که در این شب روز که میگیرد از ما این آرزو را؟ عوامل متنوع است، اما عوامل گوناگونی است، ولی سبب اصلیش این است که برای آنکه یک کشور به یک جای برسد، به یک تمدن به یک جای رسد، پیش از هم باید معرفت عمومی باشد. این معرفت عمومی نمی رسید به ما. متاسفانه سبب‌های زیاد دارد. یکی از عامل‌های بدبختی ما از بین بردن خط هزاران ساله ماست. خط فارسی است. امروز بعضی‌ها ادعا دارند که این خط ما نبود، خط عرب‌ها بود. این یک دروغی کاملا آشکار است. به خاطر آنکه وقتی که خط پدید آمد در جهان عرب، همگی 17 نفر عرب خط خوان بود. مابقیش همه ایرانیان بودند و کشورهای دیگر. و این خطی که ما امروز داریم در اساس خط آرامی پدید آمد. و اگر شما ببینید اشکال مختلفی 3 دوره زبان ما تقریبا و بعد پدید آمد. ولی فراموش نکنیم که عرب ها ادبیات کتبی زیاد نداشتند. اینا ادبیاتشون بیشتر شفاهی بود و تمامی شما اگر شاعران شعبیه، دوره شعبیه را خوانید، اینا در ستایش فرهنگ و تمدن ایرانی حرف میزنند، حرف زدن و شعر گفتن و ببینید که اساسگذار ادبیات کتبی عربی بیشتر ایرانی ها بودند. عبدالله ابن مقفع دادبیه پوری روزبی یکی از بزرگترین نویسندگان عرب بود که خدای نامک را به زبان عربی ترجمه کرد و خیلی کارهای دیگر را انجام داد. و شاری بود ثابت قطنات الخرائمی، همه اینها از ایرانی ها بودند. مورخانی که به زبان عربی آثار را نوشتن اینها ایرانی بودند. قدیمی ترین صوفی ها مثل جنید بغدادی اینها ایرانی خراسانی بود. جنید بغدادی. خلاصه هر چیزی که ما داریم و عرب خواست از ما بگیرد، اگر امروز ما با زبان مادری ما داریم صحبت میکنیم، از برکت همین میراث مکتوب است که هیچ کشوری، هیچ ملتی، هیچ سرزمینی به اندازه ملت ما میراث مکتوب ندارد، کتاب ندارد. خب زمانی که کتاب پدید آمد تمدن پیدا شد. تمدن بدون این مکتوب نمیشد. و شما ببینید که 1000 سال ایران زمین بزرگترین نیروی جهانی بوده، بزرگترین قدرت جهانی بوده است. از زمان هخامنشیان تا زمان اشکانیان و بعد از اشکانیان زمان ساسانیان بیش از 1000 سال ملت ما قدرت فائقه در جهان بود، قدرت برتری جهان بود و جهان به 2 تقریبا تقسیم شده بود، جهان ایرانی و ان ایرانی، یعنی ایرانی و غیر ایرانی. شما ببینید اسماعیل صحیح بخارایی، علامه ترمذی،
ماتورودی، همه اینها ایرانی بودن، تاجیک بودن و هیچ جای شک در این نیست. و امام اعظم از نظر نژادی ایرانی بودن، تاجیک بودن. امام ابو حنیفه، همین امام ابو حنیفه نقش بسیار مهمی در گسترش زبان فارسی داشتند و نقش بسیار بسیار مؤثر بود که فتوا دادند که قرآن به فارسی برگردانید و قرآن به فارسی خوانید، نماز به فارسی گذارید و این باعث شد که زبان فارسی بسیار رشد کرد. البته در قرن 4 هجری حساب ما با عرب یکسان شد. وقتی یعقوب لیث صفاری گفت آنچه را که من اندر نیابم چرا باید گفت، یعنی حساب ما روشن شد که زبان ما باید فارسی باشد. زبان رسمی زبان تاجیکی شد و فارسی شد که تاجیکی میگویند. بعدها در قرن 20 تاجیکی گفتن این همون زبان فارسی است. یعنی اصلا شما برای نظرت که همین زبان فارسی، یعنی خط از خط دور شدن، یک عامل مهم است برای رشد نکردن علم و فرهنگ؟ بدون تردید. مثال عادی، شما به افغان‌های بی‌سواد نگاه کنید و به تاجیک‌های باسواد. بعضی افغان‌های باسواد به زبان من و شما بهتر حرف میزنند تا یک شاعری تاجیک، تا یک داستان‌نویسی تاجیک. متاسفانه این واقعیت هاست. این نمیشه این کار کرد. شما ببینید ما وقتی، حالا بعضی ها میگویند که وقتی ما خط برقرار کنیم بی‌سواد میشیم. کمونیست‌ها این چیزی فکر نکردن. خطی 1400 ساله از بین بردن، گفتن ما همه باسواد کردیم. ما وقتی که مثلا میگوییم باسواد میشیم یا بی‌سواد میشیم باید بیاندیشیم که از کدام جهت بی‌سواد میشیم و از کدام جهت باسواد میشیم. ما چی باسواد شدیم؟ بله با خط سیریلیک خواندن و نوشتن را یاد گرفتیم، ولی این دانش نیست. مطمئن باشید دانش در هزاران هزار جلد کتاب، در میلیون ها جلد کتاب نیاکان ما نوشته شده است که تقریبا از 5 تا 7% با خط سیریلیک برگردان شده، مابقی برگردان نشده. ما هزاران جلد کتاب میدانیم که هیچ کس نخوانده در تاجیکستان به خاطر ندانستن خط. بسیار بر این باور هم هستن، خصوصا دانشمندان عالمان میگن اگر انسان بخواد هر زبانی میتواند بخواند، کتاب علم دسترس کند، خب با انگلیسی است، با چینی است یا با روسی است، فرق ندارد. عزیز دلم، دانستن زبان‌های غیر یک مسئله است، دانستن زبان مادری یک مسئله دیگر است. این دو چیز با هم نباید آمیخته کرد. زبان مادری محور اصلی رشد هر فرهنگ و هر تمدن است و وقتی ما زبان فارسی میگوییم زبان مادری خود ما را در نظر داریم، نه زبان ایران را که اونم همین زبان ماست، نه زبان افغانستان را، نه زبان ازبکستان را که اونم تاجیکاش با زبان ما حرف میزنه. مسئله اینه که مثلا ما وقتی میگوییم زبان مادری را باید دانست، این معنی ندارد که ما زبانهای دیگر را باید انکار کنیم. ما باید به چندین زبان آماده باشیم. نه، منظور این آدما این است که مهم نیست عامل زبانی، هر زبان آدم میتونه به هر زبان هر دانش را بگیرد. یعنی میگه این اونایی که میگه دعوای فارسی دارن، با هر زبان میتوانید دانش بگیرید، ولی دانش‌هایی که در زبانتان حک شده است، نوشته شده است، ثبت شده است باید فرا بگیرید. ببینید مثلا یه چیزی عادی، مثلا دستور زبان فارسی در گذشته تقریبا ما ننوشتیم. همه دستورها دستوری زبان عربی بوده، ترکی بوده و مغولی بوده، شاید یه زبان دیگر نوشتیم. ولی دستوری زبان فارسی به خاطر آن ننوشتیم که ادبیات کتبی ما به حدی بزرگ بود که متن می‌خواندند. گذشتگان ما زبان بهتر از ما می‌دانستند، چون اونا متن می‌خواندند. کتاب‌های درسی پر از متن بود، متن‌های سره و متن‌های خوب. گلستان سعدی می‌خواندند، دیوان حافظ می‌خواندند، شاهنامه می‌خواندند، بوستان می‌خواندند، خب و دیوان حافظ می‌خواندند. و این کتاب‌هایی بود که مردم در برابر مثلا برای فراگیری زبان و ادبش خودشان می‌خواندند و در کتاب‌های درسی هم بود. امروز ما نیاز داریم که مثلا خط ما دوباره احیا شود و این چیزی است که من حدودی تقریبا 40 سال است دارم میگویم، مینویسم و حتی یک مقاله دارم با نام پیوند خط با زبان که سال 1978 در دوشنبه چاپ شد، بعدا در تهران چاپ شد، بعدا در آلماتی چاپ شد. استاد شما خیلی زیبا از فرهنگ و تمدن خودمون، از تاریخش گفتید، از زبانش گفتید که اینها
عامل‌های ضعف یا قدرت ما هستند. ولی امروز بسیار از اونها حتی بینشون عالمان و دانشمندان هستند که میگویند مثل امریکا، مثل ژاپن، مثل چین و کشورهایی که قدرتمند شدن همچین ادبیات را نداشتن، همچین خزینه بزرگ نداشتن و اونا توانستن در این دوره رشد کنن و قدرت شوند. چرا ما تکیه کنیم؟ این یک سوال استاد. سوال دوم این که میگن همین ادبیات است که ما با همین احوال آمدیم امروز، یعنی که پیش نمی رویم. در سوال یکمتان اینه که ما باید قبل از همه وقتی کشور رو مقایسه میکنیم با امریکا حق مقایسه کردن نداریم. روسا یک مقال دارد میگوید сравнивать должны вещи сопоставимые. یعنی این چیزهای دو چیزی کاملا به هم قابل مقایسه نیست. امریکا قدرت نظامی و قدرت اقتصادی دارد و زبانش هم از این جهت رشد کرد. چین با قدرت اقتصادی که امروز دارد زبانش رشد میکند. ما باید قدرتمند شویم. یک نکته بسیار مهم اینه که زبان ما زمان قدرتمند بود و قدرتمند شد که نیروی عظیم اقتصادی و نظامی و کشوری بسیار بزرگ و پهناوری بودیم. برای همین مقایسه اینجا جایز نیست. مسئله اینه که ما اگر این خط ما احیا شود ما چه چیزها را ببینید شوروی خیلی چیزها را از ما گرفت. نه تنها شهرهای عظیم الشأن تاجیکان را از بین گرفت، از ما گرفت و همسایگان داد. چیزی آشکار است در اسناد و مدارک حزبی کمونیست نوشته شده است. من خیلی از اینها را خودم زمانش در مسکو کاپی کردم دارم. آشکارا گفته است که سمرقند و بخارا شهرهای تاجیکان هستند. عالمان زیاد اشاره ها دارند. در تاریخ نامه ها آمده است. سمرقند و بخارا هم تو دو شهر نیست. میدونید که این بالاتر از شهر است. این گهواره تمدنی ماست. همه چیزی ماست. بنیاد ماست. شوروی از ما گرفت. خط ما را هم گرفت. امروز که ما استقلال پیدا کردیم خدایا شکر به استقلالمان، چرا باید تلاش نکنیم که از دست داده‌هایمان را احیا کنیم؟ حداقل خطمان را برقرار کنیم. خط دیگر کردن بعضی‌ها میگویند که مشکلات اقتصادی دارد. اما یه سری مسائل هست که سرنوشت ساز است و نباید ما درباره مشکلات اقتصادیش اندیشه کنیم. در حالی که به نظر من به اقتصاد ما سود می‌آورد این خط. یعنی چی؟ یعنی میلیون ها جلد کتابی که مثلا نیاکان ما نوشتن ما مستقیم به طور مستقیم میخوانیم. نه اینکه به پژوهشگاه ها و دانشگاه ها پول داده و اون از خط برگردان کرده و چاپ کرده. ما آماده داریم. یکی. دوم اینکه ما با تمام همزبانانمان در اقصای دنیا که کمتر از 200 میلیون یعنی 200 میلیون نیستن میتونیم به طور مستقیم نامه‌نگاری کنیم، معاشرت داشته باشیم. سیوم از همه مهم یک جدایی، یک گسستگی که میان ما و نیاکانمان بوده است دوباره احیا میشه. دیگر این که مثلا امروز ببینید تمام همسایه های ما خطش عوض کرد. ازبک های عوض کردن، آذری های عوض کردن. یعنی خواستن یک همراهی با ترکیه داشته باشن. ما که ایرانی نژاد هستیم چرا همراهی با همزبانان خودمان نداشته باشیم؟ به هر حال من معتقدم که کار بسیار مهمی می بود اگر خط ما احیا شود. یعنی شما معتقد هستید که اگر همین زبان یعنی خط فارسی شود دانشمند میشیم، ما یک ملت پیشرفته میشیم؟ دیدم که اگر خط ما احیا شود تعداد معرفت مردم ما به مراتب می افزاید. شما در امروز گیرید در همین اینترنت کلمه تاجیک نویسید. شما با خط روسی چند تا منبع میابید، با خط فارسی چند تا است. با خط فارسی حداقل 100 برابر بیشتر میابید. 100 برابر. متوجه هستید چی گفتم؟ برای همین اگر ما خواهیم که پیشرفت کنیم خط ما باید احیا شود. من میدونم خیلی کسانی هستند که مدعی دانش هستند و حتی خودشون را فاضل میدانند و حتی خودشون عالم جلوه میدهند و هرزه‌های گفتن و پاسخ‌های شنیدن و باز هم میگویند. ولی این حرفایی که بنده میگویم این گپ منم نیست، گپ هزاران دانشمندان است که خط این ماتریسه به زبان روسی، یعنی این یک
چیزی مهمی برای هر زبان، بله، که اگر بخواهیم زبان ما رشد کند در خط خود ما رشد میکنه. استاد، پاسخ شما به همین کسانی که امروز همین ایده را دارن که همین ادبیات همیشه شعر بود، زیبایی بود، سخن بود و نقش در زندگی اجتماعی مردم نداشت و باعث این همه بدبختی های ما شد، گویا پاسختون چی است به همین افراد؟ اگر کسی باعث بدبختیش شده باشد خودش بدبخت است و دیگه قابل تربیت نیست، قابل تبابت هم نیست، بیمار است. مسئله این که اگر ما در جهان امروز افتخاراتی داشته باشیم در جهان و یک برتری و احترام نسبت به ما در جهان باشد، از برکت ادبیات ما بوده است و این ادبیات هیچ وقت مانعی هیچ کار نبوده نیست و ادبیات نمیتواند مانع شود. ادبیات به قهرمانی ها برانگیخت مردم را، ادبیات به پیشرفت برانگیخت مردم را، ادبیات تبلیغ کرد که اینا آدمتر شوند و نمیشد گفت که ادبیات مانع ایجاد میکند. این اندیشه کسانی هستند که میخواهند یک چیزایی از خود بسازند، معنا ندارد. فکر نمی‌کنید که در 100 سال اخیر همین ادبیات مظلوم‌تر شد و چهرهش دیگرگونه نشان داده شد به مردم؟ ببینید، ادبیات آینه تمام نمای یک ملت است. اگر حال ملت خوب باشد ادبیات خوب است، اگر زندگی ملت خوب باشد ادبیات خوب است، اگر زندگی ملت میان احوال باشد میان احوال است، اگر زندگی ملت بسیار بیچاره حالی باشد بیچاره حال است. ما دو دوره بزرگ رشد ادبیات داشتیم. دوره سامانیان. چرا؟ به خاطر آنکه سامانیان حامیان اساسی فرهنگ ایرانی باستان بودند. برای آنکه سامانیان احیای زبان را راهنمایی می‌کردند، احیای تفکر را تبلیغ می‌کردند. سامانیان دستور دادند که شاهنامه به نظم درآورده شود. از وضع فرهنگی علم و ادب سامانیان گفتیم، از تاریخ گفتیم و شما هم پیگیری میکنید وضع فرهنگی امروزه تاجیکستان رو. من نمیخوام مقایسه کنم، البته یک چیز بزرگ است، ولی در مقایسه با امروز شما که از در بیرون زندگی میکنید، روزگار سامانیان و دولت سامانیان یک امپراتوری بزرگ بود. ابوالفضل بیهقی میگوید وقتی به ری رسیدیم، ری پهلوی تهران، بله، سرزمین تاجیکان شروع شد. متوجه هستید؟ بله. نخستین بار کلمه تاجیک به زبان فارسی همین بیهقی استفاده کرده، قبل از او کسی استفاده نکرده بود. یعنی به همین شکلی که به معنای ایرانی، به معنای فارسی زبان. من استاد وضع امروزه فرهنگی، چون برنامه متوجه میشن مردم، من خودم در این محیط بزرگ شدم و طبیعی است که دوستای من در فرهنگستان و دانشگاه کار میکنن. چگونه است وضع امروزه فرهنگی استاد از نگاه شما؟ من میخوام خالصانه به همین موضوع بها بدید. من فکر میکنم که وضع کنونی فرهنگی ما و وضع کنونی علمی ما بسیار دلم میخواهد که بهتر باشد، بسیار دلم میخواهد که پیشرفته تر باشد، بسیار دلم میخواهد که عالمان واقعی بیشتر شوند. من به شما یک بار اشاره کردم مالا که تعدادی ناعالمان افزوده و عنواندارها افزوده، این به سود ما نیست. وقتی که مثلا در یک کشور تعداد فراوانی از کسان را متهم میکنن که آثار دیگران را دزدیده‌اند، بدون تردید باید مسئولین کشور آنها را دعوت کنند و تمام عنوانهایشان را بگیرند و اینها را از علم دور کنند که ضررشان بیشتر از وجودشان است. بی تردید ضررشان برتر از سودشان است. ولی چون من یک بارم گفتم، بازم میگم که برای من علم یک درگاه مقدسی است که کسی که میخواد وارد آن بشود باید آدم پاکیزه باشد. اگر حرفی دارد حرف خودش باشد و اگر حرفی برای گفتن دارد گوشی هم باید برای شنیدن داشته باشد و اگر حرفی را میخواهد بگوید باید با دلیل و براهینی بگوید که هیچ کس نتواند آن را رد کند. ولی متاسفانه میدانید ما جامعه عجیب و غریبی هستیم. یک وقت اسلامی ها نفوذ پیدا کردند. میدونید برای چی؟ برای اینکه این اسلامی ها باسوادتر بودن از روشنفکرها، به اصطلاح روشنفکرهای ما.
شما وقتی که درباره با یک مثلا اسلامگرا بحث علمی میکنید، باید شما علم دین دانید، باید شما قرآن خوب دانید، باید شما حدیث دانید، باید شما دلیل بیارید در رد گپ هایی که ایشان میگوید. مثلا من اندیشه میکنم که خیلی اندیشه هایی که مثلا از اون سوی استفاده میکنن اسلامگراهای کم سواد، سوی استفاده میکنن، متوجه هستید؟ نمیگم استفاده، سوی استفاده میکنن. این یک سری مثلا یک سری چیزهایی که در قرن 7 ضرور بود، شاید امروز ضرور نباشد. جهان دیگر شد. ما اون زمان مردم با اشتر و با خر و اسب راه میرفتن. حالا ببینید با هواپیما چقدر مسافت را طی میکنن. باید با بحث علمی توانیم بکنیم و برای دانستن بحث علمی باید کمتر باسوادتر از ملاهای محلی باشیم. گفتید که استاد در اون سالهای 80 دوشنبه به یک شهر تبدیل شده بود، شهری مدینه، یعنی فاضل مدنیت بود، فرهنگ بود. و امروز که گاه گاه به شهر هم میروید، من میخواستم یک قیاسی داشته باشم، چون استاد خدا رحمتشان کنند مومن قناعت در یک مصاحبهشون گفتن که فرهنگ مضافاتی در شهر غالب اومد. تا کجا گپشون درست بود؟ من کاملا به حرف استاد اعتقاد دارم. استاد دوست می‌داشتم و دوست می‌دارم و حرفی که مومن قناعت گفته حرف ساده نیست. فرهنگی کنونی دوشنبه در نسبت 10 سال و 15 سال پیش بهتر است. امروزیش بهتر است. در خیابان‌ها تنها دشنام می‌شنیدیم. در خیابان‌ها مثلا زبان رسمی زبان دشنام بود. خب طبیعی است که فرهنگ شهری نبودیم. فرهنگی که از مضافات آمده بود. و استاد قناعت که این حرفای گفته، اون خودش در اون شهر زندگی کرده، مشاهده کرده، میداند. من فکر میکنم که سالهای 80 و 70 و 80 بازم تکرار میکنم که بیداری فکری و بیداری ملی بود و چند مجموعه چاپ شده بود با نام درس خویشتن شناسی. نمیدونم شما آگاهی دارید یا نه. خیلی دانشمندان ما درد ملی داشتن و درد ملی داشتن این معنای ندارد که مشت به سینه بزنی گویی من فرزند ملتم. این گپا بیهوده است. شما چه خدمتی برای ملت کردید؟ کارتان کو؟ و اگر کاری هم نوشتید یا کاری هم انجام دادید، دانشمند باشید، باید دانش شما برای تمام دانشمندا از سوی دانشمندا پذیرفته شود. ولی کارهای علمی که بعضی از دانشمندان ما کردن و دعوای دانش دارن، کاراشون ممکن حتی خانمشون نخوانده باشد، نه اینکه در دایره های علمی. شما خب مثلا ما داریم علمای سطحی جهانی که بیرون از تاجیکستان زندگی میکنن. مثلا پسران استاد شکوروف، شریف شکوروف یک عالم سطحی جهانی که باید اکادمی فنهای روسیه میشد، یک رای نرسید. همین پارسال هم یکی از بهترین ایران شناساست و هم یکی از فرهنگ شناسای بی‌نظیر است در زمینه فرهنگی معماری. خراسان بزرگ پژوهش بسیار بزرگی انجام داد که اون ما باید جان کنیم و به زبان فارسی ترجمه کنیم به تاجیکا بخوانن. خب پسر دیگری استاد شکوری انور که در لندن استاد دانشگاه است، شاگردی تریژدی گرای ساستروده بود استادش و مرد بسیار بزرگ بود، اکادمیک زیلداویچ. و پسری کوچکشون رستم که ویزانتولوگ است، یعنی درباره تاریخ و فرهنگی رومی قدیم کارهایی کرده و همچنین ایران شناس است. استاد ببینید همین یک سوال خلق میشد در ذهن هم بیننده هم شنونده هم برنامه که ما چه در سمت تئاتر، در سمت فرهنگ، شیمی، الگبرا و اینقدر عالمای بزرگ داریم که اینا اگر می اومدن در دوشنبه می ایستادن و خدمت میکنن، شاید هم دوشنبه سال 80 میشد دوشنبه یک شهر بزرگ میشد. اینا چرا مرکز گریز هستند به اصطلاح دیگرها؟ آیا اونا اجبارن این کارو کنند یا به خواهش خودشون است؟ شما یک نفر خود شما استاد چرا نمیشه دوشنبه کار کنید استاد؟ عاملش چی است؟ ببینید عاملا فراوانن. در آغاز ما مجبور شدیم که رویم که ممکن ما را هم میکشتن مثل دیگران. بعداً وقتی که دریافتن که خوب مشکلی نیست،
شما برای آن که در شهر خودتان زندگی کنید حداقل آبروی اعتباری داشته باشید، باید در جای خودتان باشید و در جایی که کار میکنید حق و زحمتتان همانقدر باشد که خانواده‌تان تأمین کنید. این بسیار مسئله مهم است که فرار مغزها چند پهلو دارد. یکیش از اون که مثلا در کشوری که شما زندگی میکنید و میخواید خدمتش کنید شرایطی برای پیشرفت کارهای علمیتان نیست. مثلا در علوم دقیق آیا ما همه اینها لابراتوری های ویژه‌ای را دارند که اونها اینجا بشینن کار کنند، یا مثلا ماهانه میگیرند که توانند زندگیشان پیش برند؟ این نکات بسیار مهم است. در موردی بنده من خوب مجبور شدم که روم، بعد خوب من خوشبختانه اونجا هم که کار کردم یا زبان فارسی یاد دادم، ادبیات فارسی یاد دادم، یا در زمینه ادبیات و زبان خودم کارهای انجام دادم. استاد چرا این سوال دادم؟ من از بسیار همنسلان شما که وقتی بعضیشون که موفقن کار کردن در ساحه‌های گوناگون میپرسن که چی شما همین سن موفق شدید، میگم ما در کوچه‌های دوشنبه میگشتیم، مثلا اوسیمی رو میدیدیم، نمیدونم دیگرها رو میدیدیم و اون بزرگان که با کوچه‌ها میگذشتن با اونها میخواستیم تقلید کنیم، از اونها پیروی کنیم، مثل اونها باشیم. و از اینجا من همین خیلی احساس کردم که بودن همین گونه شخصا در یک کشور مخصوصا در پایتخت اون خیلی و خیلی ضرور است. نظرتون استاد؟ بدون تردید شخصیت‌های بزرگ ملت ما باید در پایتخت باشند، باید با اینها ملاقات ها شود و جوانها را راهنمایی کنند. یکی از اشتباه‌های بزرگی که به نظر بنده در 30 سال اخیر شکل گرفت اینه که منتظر میشن که یک نفر به سنی بازنشستگی برسد همون روز اون بازنشسته کنن، فکر نکنن که اون دانشمندی است که نیاز داریم به اون. اکادمیک دیمیتری سرگییویچ لیخاچوف مرد بزرگ بود و گفت در رشته علوم انسانی تا 60 سالگی کسی نمیتواند حرف تازه بگوید، باید 60 سال کتاب خواند بعد از اون بتواند یک حرفای تازه بگوید. من چند روز پیش شنیدم که مثلا استاد عبدالنبی ستارزاده گفتند برو. خود این فاجعه است، به خاطر آنکه در تمام تاجیکستان امروز به پایه عبدالنبی ستارزاده ما ادبیات شناس نداریم و هر کی دعوا دارد که از عبدالنبی ستارزاده بزرگتر است نامش اعلام کنید، من با اون بحث علمی کنم. درباره الگو بودن شخصیت ها یا نفرانی که مردم از پس اونها میروند، به هر صورت به کسی ایدئال هستند، به کسی باور میکنند، حالا از تجربه خودتان بگویید که البته اون زمان خیلی فرق میکرد، اینترنت که نبود، زود گوگل نمیگفتید که کتاب دسترس باشد. تئاتر صحبت کردید، من یک چیز ساده براتون بگم. تئاتر این هنرمند است، این جایگاه هنرمندان است. وقتی که بزرگترین کارگردان ما برزا عبدالرزاقوف امکان ندارد که در میهن خودش کارگردانی کند، خب فاجعه بزرگ است این برای من. متوجه هستید؟ برزا عبدالرزاقوف از موفق ترین کارگردانانی تئاتر در قلمرو پسا شوروی است. بسیار به ندرت کسایی در سطح اون وجود دارند، ولی خب اون با دلیلی برای ما و شما روشن، متاسفانه در وطن نیست، در وطن کار نمی کند. این فاجعه. استاد شما درباره شخصیت ها گفته، درباره الگوها صحبت کردیم، بگم از خودتون بگید که امین محبوبیت کتاب، دوست داشتن کتاب، نوشتن کتاب، کتاب جمع آوری، کتابخوانی چگونه بود زمانی پیش که شما؟ ما وقتی بچه بودیم و جز زبان مادری دیگر زبان را نمیدانستیم، هر کتابی که نشریات عرفان اون وقتا فقط یک نشریات داشتیم با نام عرفان، هر چی چاپ میکرد ما میخواندیم، هر چی در زمینه ادبیات چاپ میکرد میخواندیم. در کتابخانه روستای من یک کتابخانه بود که حدودی 2,000 تا 5,000 کتاب داشت. من همه کتاب‌های خوانده بودم و یکی از خویشاوندان من مدیر کتابخانه بود، من کرم کتاب نامونده بود. یک روز من یک کتاب بزرگ گرفته بودم، رمان، اون خواندم، روز دیگه آورده دادم. گفت تو همین خواندی؟ گفتم آره خواندم. بعد معلم ادبیات دعوت کرد، من بچه مدرسی بودم، گفت فلانی بیا اینو بپرس اینو خوانده یا نه. من هیچ وقت گپی این استادم از یاد نمیرد که خدا بیامرزد بحرالدین نجم‌الدین.
گفت اول اینکه این پسر اگر گفت که خواندم پس خوانده است، چون دروغ نمیگوید. دوم اینکه این واقعا بسیار کتاب میخواند. بعد آمد و کتاب گرفت و از من بعضی چیزای پرسید، من پاسخ گفتم. من از اونجا با اسب پدرم می آمدم از روستایی که 4 کیلومتر از روستای من دورتر، 5 رود نام دارد. کتابخانه رودکی بود که اکادمی علوم کتاب‌های داده بود. می آمدم با خورجین می بردم، این کتاب‌های می خواندم، آورده می دادم. حالا بچهای من بیشتر به کامپیوتر اعتقاد دارن تا به کتابخانی، ولی من هنوز عاشق کتاب هستم و هر روز البته می خوانم. و الان یک کتابخانه دارم که حدودی 7-8 هزار کتاب دارد در آلماتی. کتاب چاپ یعنی کتاب‌های بله، کتابی چاپ شده و زبان‌های مختلف، از جمله بیشترش به زبان مادری من شما فارسی است. دلم بسیار می‌خواهد که این در کشور خود ما باشد. می‌خوام من کتابخانه بیارم. یک وقت رئیس کتابخانه یکی از آشناهای من بود، کتابخانه ملی تاجیکستان. من گفتم اگه توان بردنش دارید من به شما 2-3 هزار کتاب میدم. اونا نتوانستن بیارن. امروز من میترسم که این کتاب ها هم تو برباد نرود. استاد شمشیر بود در همین گوشه، همین ناحیه‌تون در گوشه زیر مدار یک کتابخانه کنید که مردم از اون استفاده کنن، چون کتابخانه شخصی در دنیا بسیار چیزی معمول است. دلم میخواد که یک کتابخانه بکنم یا در دوشنبه یا در پنجکت که مردم از اون به اون دسترسی داشته باشن، از اون استفاده کنن. کتاب‌های پایه مثلا تاریخ تبری در 22 جلد، تاریخ بیهقی، تاریخ‌های دیگر هم، تمامی مثلا فرهنگ‌های زبان فارسی، فرهنگ نظام، فرهنگ آناندراج، همه فرهنگ‌ها هست. من آرزو میکنم که این کتابام به وطن بیارم. استاد پیش از اون که با من چیزی بشه. سر این موضوع با ما باز صحبت میکنیم برای آوردن این کتابو. کاش این واقعه زودتر صورت بگیرد و ما یک کتابخانه شخصی سفر عبدالله را در تاجیکستان داشته باشیم تا از اون بتوانیم استفاده کنیم و جوانان زیاد استفاده کنیم. اگر در دوشنبه همچین امکانی باشد که من یک کتابخانه باز کنم، من این کار میکنم، چون پایتخت کشور ما برای همه دسترس است. بله. و خیلی اگر خوب نشد در باغ پدریم در همین جا انجام میشه. چند تا از برنامه‌های شما را دیدم و بسیار خوشم آمد. شما بهترین کار را برای این کشور میکنید و در تلویزیون‌های تاجیکستان متاسفانه برنامه‌های اینچنانی نیست و من آرزو میکنم که دوباره مردم به کتابخانه برگردد. و بسیار ننگاور است که ملتی با این فرزانگی، با این تاریخ دیرینه، تیراژ کتابایش 200 تا یا 300 تا باشد. بسیار شرم‌آور است و خدا شرم میکنم. شما تصور کنید که مثلا در کشوری که من زندگی میکنم، برنده جایزه دولتی کشور حداقل $50,000 میگیره، اما در کشور ما 30,500 سامانی. $3,500. بله، $3,500. خب خیلی کم است. جایزه بغیر از جایزه دولتی پولداران کشور جمع شدن، پول جدا کردن، خودشان به آثاری که ارزشمند است پول میدن. $25,000، $15,000، سیمش $10,000، کمترینش $10,000. متوجه هستید چی میگویم؟ خب یا مثلا اکادمی علوم قزاقستان برای اکادمیک بودنش $500 میگیره، تاجیک $50 میگیره. دستگاه نواربرده در اختیارتان است الان و اکثر بیننده های برنامه کتابخوان که جوانان هستند و اونها دنبال علم هستند، دنبال دانش هستند، دنبال کتاب هستند. من اول میخواستم یک توصیه های درباره کتابخوانیشان بدید که چی کتاب هایی را بخوانند از نگاه شما در شرایط امروز و بعداً چی پیام دارید با اینجا؟ برای جوانان تاجیک پیشنهاد من این که اولین کاری که میکنید تمام افسانه های خلق تاجیک بخوانید. دومین کاری که میکنید سمک عیار از آغاز تا انجام 2-3 بار بخوانید. سیمین کاری که میکنید 4 درویش بخوانید و خصوصا سرگذشت خواجه سگپرست. من فکر میکنم یکی از بزرگترین قصه های ادبیات دنیاست، کلا فراگیری. بعداً طبق آیین نیاکانمون شعر از یاد کنید. حافظه باید قوی باشد. یک معلم ادبیات باید حداقل اگر نداند 10,000 بیت بداند و من 10,000 بیت اگر بخواهید میخوانم براتون. ما ملت زرنگی هست، بچه های هوشیار و دانا زیاد دارد
و ببینید ما شاعرای خوب داریم، همین امروز هم داریم. اینها گلهای خودرویی هستند. من آرزو میکنم که فرزندای بزرگ ملت ما دوستان. نکته بسیار ببینید، نکته بسیار دردآور این است که امروز پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها کارهایی میکنن که به نظر من به علم ارتباط ندارد. یکیش برگردان از خط فارسی. این کار شرمندگی است. میدونید چرا؟ برای آنکه این مردم باید این خط خودشان برن دنبالش سراغ کنن، بیاموزن و فرا بگیرن، با این خط بنویسن و این خط یاد گیرن. کسی که خط فارسی را یاد نمیگیرد هرگز فرهنگ و تمدن ما را فرا نمیگیرد. من آرزو میکنم که جوانان ما یاد گیرند. فکر میکنم که این صحبت آخری ما نباشد. ما در صحبت‌های موضوعهای گوناگون باز با شما استاد صحبت خواهیم کرد. با وجود آنکه شما کمی بیمار بودید، صحبت را قبول کردید، من از نام خودم و از نام تیم کتابخوان برای شما تشکر میگم و عذر میپرسم که شما را استاد خیلی تشویش دادیم و صحبت با شما برای من واقعا افتخار بود. من آرزو دارم که باز در برنامه کتابخوان صحبت‌های سلسله صحبت‌ها داشته باشیم. و بیننده برنامه کتابخوان یادآور میشم که در صحبت با ما بودن استاد سفر عبدالله، یک چهره مطرح در علم تاجیک، چی در داخل و چی در خارج. این برنامه کتابخوان بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یار و یاورتان.